سلام زوراباشویلی وزیر سابق امور خارجه گرجستان در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در آن کشور پیروز شد. وی در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریباً 20% رأی بیشتر به دست آورد. ما امروز بالاخره گذشته خود را قاطعانه رد کردیم که مانع استواری جامعه، پیشرفت و نجات کشور میشد. انتخاب ما گرجستان امن، یک کشور آزاد است که شهروندان در آن حقوق برابر دارند. انتخاب ما مکالمه با آنها است که امروز به طرفداری از من رأی ندادند. سلام زوراباشویلی به حیث نامزد مستقل وارد انتخابات پرزیدنتی شد، اما حزب حاکم آرزوی گرجی از او پشتیبانی کرد. به فرق از رقیبش که دیدگاه غربگرایانه دارد، زوراباشویلی طرفدار تقویت همکاری با مسکو است. گریگول واشادزه با وجود شکست در انتخابات افسرده و نگران نیست. نتیجه مهم نیست. ما به هدفهای اساسی خود از جمله متحد کردن نیروهای مخالفین رسیدیم. ما طولانی باقی خواهیم ماند. همش تازه شروع شد. دور دوم انتخابات پرزیدنتی در گرجستان به ماجرا نگذشت. نمایندگان مخالفین حکومت را برای تعقیب فعالان متهم کردند و ناظران از قانون شکنی ها در حوزه های انتخاباتی گفتند. این شرمندگی است. ما شاهدی بی‌آبرویی به نام حکومت شدیم. متاسفانه آنها باقی مانده مشروعیتی را که داشتند از دست دادند. این آخرین انتخابات پرزیدنتی در گرجستان است که با حضور مردم صورت می‌گیرد. از سال 2023 رهبر گرجستان را یک هیئت عبارت از 300 نفر انتخاب خواهد کرد.